یو سلام علیکم بچه‌ها. امروز اومدیم آقا با یه ویدیو دیگه ریاضی کلاس ششم ابتدایی رو با هم دیگه کار میکنیم، اما امروز فصل اول. برو که بریم آقا. بریم سراغ فصل اول، عدد و الگوهای عددی. خب عدد که همتون میدونین چیه، مثل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا بی نهایت. میدونم که با قرمز نمیبینید، پس از الان دیگه با مشکی می‌نویسم براتون. خب الگوهای عددی مثل 2 4 6 8 10 به علاوه 2 شدن، به علاوه 2 به علاوه 2 به علاوه 2. این به علاوه است بچه، ضرب نخونینش. دو 4 6 8 10 12 14 16 18 20 و تا بی نهایت. عددی که به علاوه 2 میشن اعداد صفر. اعدادی که از صفر شروع بشن و به علاوه 2 بشن، مثل 0 2 4 6 8 10 68. لطفا کسانی که کلاس ششم نیستید اینا رو خوب گوش کنید، داخل کلاس ششم خیلی به دردتون میخوره. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. خب تا بی نهایت داره. خب و اما اعدادی که از 1 شروع بشن و 2 تا اضافه بشن اعداد فرد نام دارد. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 و تا بی نهایت. خب به این اعداد فرد و زوج میگن. خب بیشتره اعداد که از 0 تا بی نهایت هستن از اعداد چه ساخته شدن؟ فرد و زوج. خب خوب گوش کنید. پس اعدادی که ساخته میشن، یعنی مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 10 و بیشتر از اعداد فرد و زوج درست شدن. چی؟ اعداد فرد و زوج. خب اینا رو یادداشت کنید، بنویسید. الان براتون بنویسم. اعدادی که از 0 تا بی نهایت درست می شوند اعدادی که از 0 تا بی نهایت درست می شوند چرا با آبی نوشتم؟ از
از اعداد فرد و زوج تشکیل شده اند. یه بار دیگه میخونم براتون. اعدادی که از 0 تا بی‌نهایت درست میشوند از اعداد فرد و زوج تشکیل شده اند. اینا تو کلاسشون به دردتون میخوره، مخصوصا شما کلاس 5. امروز دیماه، نمیدونم چند دیماه. خب حالا بریم یه مسئله حل کنیم. خب ما یه جدول میکشیم اینجا. جدول چند طبقه؟ 3 طبقه. ها طبقه اول میشه تعداد ما میخوام ببخشید اشتباه نوشتم. طبقه اول میشه شماره. طبقه اول اسمش شماره است. طبقه دوم تعداد. طبقه سوم صبر نوشتم ضرب. خب اینجا ما یه مدل الگو داریم. 1 2 3 و 4. خب یه نمونش ما یه کارخونه دوچرخه سازی داریم. خب هر کدوم از دوچرخه ها دو تعداد چرخ نیاز دارن. خب ضربش اینجا میرسه، میشه 2 ضرب در 1 میشه 2 ضرب در 1 جوابش 2. خب اینجا میرسیم 2 ضرب در 1. درست نمیفهمیم بچه ها. خب آقا چه اتفاقی افتاده که این 1 شده 2 ضرب در چند شده؟ 2. اینجا ما می نویسیم 1 ضرب در چند شده؟ ضرب در 2. پس میشه من اشتباه نوشتم. پس میشه 1 ضرب در 2 میشه 2. خب اینا رو چی داده؟ جا خالی داده. گفته اینا رو حل کنید. یه چند دقیقه بهتون فرصت میدم اینا رو حلش کنید. خب مهلتتون تموم شد بچه ها. اگه تموم شد مهلتتون و نتونستین این حل کنید، میتونید ویدیو رو استاپ کنید و اینا رو حلش کنید. حالا جوابش اینم ضرب در 2 میشه چند؟ 2 تا مساوی 4 میشه 2 ضرب در 2. اینم ضرب در 2 شده. خب مساوی میشه 3 تا 6 تا. پس میشه 3 ضرب در 2. 3 ضرب در 2. 2 4 تا 8 تا. پس میشه اینم ضرب در 4 ضرب در 2 شده.
خب چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم خب این پایین نتیجه گیری براتون می‌نویسم بچه‌ها. نتیجه میگیریم که هر دوچرخه تعداد چرخ هایش 2 برابر تعداد خودش است. نتیجه میگیریم که هر دو چرخه تعداد چرخهایش 2 برابر تعداد خودش است. یه بار دیگه هم براتون میخونم بچه. نتیجه میگیریم که هر دو چرخه تعداد چرخهایش 2 برابر تعداد خودش است. این یه مدل الگوه بچه ها. خب ضرب در اینجا شده 2 1 2 تا جوابش اینجا 2 2 تا 4 تا جوابش این 2 2 تا 4 تا این باید 4 میشد که نبود. خب 2 2 تا 4 تا 3 2 تا 6 تا 4 8 تا 2 4 تا 8 تا 2 4 6 8 همون الگویی که بنده بهتون گفتم. خب گفتم بهتون 2 4 6 8 10 12 14 16 20 یه الگو که به علاوه 2 میشن. اینم همینه. خب هرچی تعداد دو چرخ‌ها بیشتر، مثلا آقا تو اصلا آقا بنویس آقا سر به تخته پاک کنم بچه. تو اصلا بگو ما 400 تا دوچرخه داریم. ها تعداد چرخ هایش چقدر است؟ آقا اینو به ما سوال داده باشن. ها ما آقا راه حل رو به دست میاریم. میشه 400 ضرب در 2 2 0 0 2 0 0 2 4 تا 8 تا میشه چقدر چرخ داریم؟ 800 تا 800 تا دونه چرخ برای 400 تا دوچرخه نیاز داریم. حالا بریم سراغ الگوی تقسیم. به ما دادن آقا 1000 تا چرخ ما داریم. 1000 تا چرخ 1000 تا چرخ داریم. خب 1000 تا چرخ داریم. خب میشه تعداد دوچرخه ها چقدر است؟ ها اینجا سوال برعکس شده. گفته 1000 تا دونه چرخ داریم این سری. خب تعداد دوچرخه ها چقدر است؟ خب 1000 تا چرخ داریم. خب میخوایم بفهمیم که تعداد دوچرخه ها چقدره. خب بهتون مهلت میدم این سوال رو با دقت حلش کنید.
زنی که صفحه بیارم جلوتر سوال براتون بهتر باشه. خب من الان برمیگردم تمامش کنه زودتر. تموم کردیم بچه‌ها؟ بچه‌ها من الان برمیگردم، یه لحظه. آقا اگه حلش کردین، خب اونا که حلش کردن که آفرین. اونا که حل نکردن خب باید حل میکردن. حالا من نکردم عیب نداره. خب من براتون حل میکنم، شما یاد بگیرید. اوکی؟ خب بریم سراغ سوال ما چی بود؟ 1000 تا دونه چرخ داریم. خب تعداد دو چرخ ها رو به دست بیاورید. خب یه لحظه منم برمیگردم. آقا خب 1000 تا چرخ داریم، تعداد دو چرخ ها چقدره؟ خب ما میگیم اینجا جواب بهتون میگم. ما میگیم 1000 تقسیم بر 2. کسی که تقسیم چکشی بلد باشن خب میدونن تقسیم چکشی چجوری انجام میشه. کم نوع افتاد تو تخته براتون هم درستش میکنم. الان خوبه بچه؟ آره دیگه حتما. خب یه رقم جدا میکنیم. خب تو یکی چند تا دوتا؟ 0. دو رقم جدا کنیم. تو 10 تا چند تا دوتا؟ 5 تا. پس میزنیم 2 5 تا 10 تا. بنا میکنیم 0 0. یه 0 میاریم پایین، هیچی نمیشه، میذاریم شونه این. دوباره یک دیگه میاریم پایین، چیزی نمیشه، میذاریم اینجا. جواب 500. خب ما 500 دوچرخه داریم. 500 دوچرخه داریم. خب آفرین بر کسایی که اینو حل کردن. خب اگه نوشتینش پاکش میکنم بچه. خب آقا فصل یک فکر کنم دیگه حل کردیم و تمام شد. یک الگوی دیگه فقط مونده. 2 تا الگوی دیگه مونده که براتون بکشم و تموم بشه ویدیو. ها ببخشید کمی نامنظم الگو. خب واقعا بچه ازتون معذرت خواهی میکنم. خب الگوی بعدی رو پیدا کنید. دقیقا اینجا الگوی شماره 5 رو پیدا کنید. شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4 و شماره 5. بهتونه که مهلت میدم تا اینو حلش کنید. خب درود بر کسانی که حل کردن و کسانی که حل نکردن.
دوباره این ویدیو رو نگاه کنن و اوی من چرا پاک کردم و کسایی که یاد نگرفتن و نتونستن حل کنن دوباره این ویدیو رو تماشا کنن. من فوکس گرفتم، خواستم الان ویدیو رو تمام کنم. ببخشید بچه، واقعا معذرت میخوام. خب این یه الگوه. خب ضربه داره 2. خب ضربه داره 2. خب اینم ضربه داره 2 شده. پس این چند تا مربع؟ یه دونه. 2 مربع، 4 مربع، 8 مربع. خب شدن پایین رو پاک میکنم بچه براتون، ولی اینجا براتون می‌نویسم. ضربه داره 2 شده. خب میرم آقا این قسمت رو پیدا میکنیم. ها میشه مربع. چند تا مربع داریم؟ 8 تا. خب چند تا رفته جلو؟ ضرب در 2 ضرب در 2. پس میگیم 2 8 تا 16. خب پس ما باید 16 تا مربع اینجا بکشیم. خب میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا مربع. شماره گذاری کنم براتون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 مربع. خب آقا این یه مسئله رو حل کردیم، اوکی بود. خب من مطمئنم اون تیزهوشای کلاسمون، خب باهوشای کلاسمون قطعا تا آخر ویدیو رو نگاه میکنن و لایک میکنن و بهترین سوالایی که براشون طرح میکنم و کاملا جوابش رو به دست میارن. الان حتی میخوایم بگیم وای تو خودت بچه یا فلان و چنان. آقا من کلاس 6م، خب 5م، من یه سال شما بزرگترم. خب بفهمین من دارم برای شما تدریس میکنم که دیگه کلاس 6 دهنتون سر ریاضی سرویس نشه. خب ریاضی کلاس 6 خیلی سخته. خب دهنتون سر اینا سرویس میشه. پس لطفا لایک کنید، کامنت بذارید، حساب کنید، انرژی بدین که من برم سراغ ویدیو میگم قاطی کردم. بریم سراغ فصل دوم، حل کنیم ویدیو بعدی. خب و بریم مسئله آخر رو حل کنیم. تیزهوشا این مسئله رو جواب نمیدم، میخوام که خودتون تو کامنت جوابشو بدین. خب پس بریم سراغ آخرین چک. خب الگوی بعدی رو پیدا کنید. الگوی شماره 1، الگوی شماره 2، الگوی شماره 3 و الگوی شماره 4. خب اینجا رو براتون خط میزنم.
راحت باشید. خب یه بیضی، 4 بیضی، 8 بیضی، بعدی چند تا بیضیه؟ لطفا تو کامنت ها جوابشو به من بگین. خب الان چند درصدی بهتون فرصت میدم که این سوالو حل کنید و سریع برین تو کامنت ها جوابشو برای من بنویسید. آقا اون تیزهوشاش فقط میدونن این چی میشه. تیزهوشا کلاس 5. اینا واقعا سوالات تیزهوشی واقعا نیست. من میگم که شما روحیه بگیریم بچه ها. خب این مسئله رو اگه حل کردید جوابشو برای من تو کامنت ها بنویسید. خب و تا یه ویدیو دیگه چاکس فعلا.